سلام و عرض ادب خدمت همراهان پیج تیلاپی خاتم. آقا یه سوالی که خیلی از ما میپرسیدن در مورد اینکه آقا ما از کجا بدونیم ماهی که الان داریم ماده است یا نره و این برای تعیین جنسیتش چجور عمل بکنن. من گفتم الان وقت خوبیه که چند تا از ماهی‌های همینجا مولد خودمون بهتون نشون بدم که ببینید که ماهی نر چطور قابل تشخیصه و ماهی ماده. حالا تو شروع کار ببین همیشه ماهی‌های نر جثه بزرگتری دارن و ماهی‌های ماده جثه‌شون ریزتره. این یکی از نشونه‌ها. یعنی شما وقتی توی گله میرید ماهی می‌بینید، ماهی‌هایی که درشت‌ترن، مثلا ببینید ماهی‌هایی که درشت‌ترن و پیکری‌ترن و پهن‌ترن، این ماهی‌ها ماهی‌های نرن. خب ولی ماهی‌هایی که ریزترن، جثه ریزتری دارن، ماهی‌های ماده. اما اصلی ترین روش تشخیصش اینه که شما وقتی که ماهی رو می‌گیرید، زیر شکم ماهی یه همچین حالتی هست. خب من یاد تصویرم واضح بشه که بتونم به شما دقیق نشون بدم. ببینید این سوراخ که پایین مقعد ماهیه، خب که حالا فضولات ماهی از داخلش دفع میشه. اما اون زائده که بالاش هست اگر واضح بشه، این زائده اگر یه خط داخلش باشه، یه خط منفی، بذارید من توی یکی از ماهی‌های دیگه که مشخص تره، یه خط منفی باشه، اون ماهی ماده است. اما اگه مثل این حالت باشه که خط نباشه، یه زائده درشتره، یه مقدار درشتره نسبت به اون ماده، این زائده که این قسمت هست درشته و سرش یه سوراخ داره که خب اون ماهی اسپرم از اونجا خارج میکنه و میریزه روی تخم‌ها، اون ماهی نره. بذارید من یه دونه ماده دیگه براتون میارم. توی تیلاپیا وقتی که تخم‌ریزی انجام میشه و لقاح صورت میگیره، ببینید اون سوراخ اول، الان سوراخ زیری که الان این فضولاتش خارج شد که خب مقعدشه، ببینید این الان فضولات جایی که مقعدشه بره فضولات خارج میشه. بالای اون یه زائده است. اگر توی این زائده شما خط منفی مشاهده کردی، خب اون ماهی ماده است. اگر که خط منفی مشاهده نکردی، اون ماهی نره. حالا ببینید اون یه مقدار تصویر واضح نمیشه که من دقیق بهتون بدم. ببینید الان این ماهی نره. خب این زائده هم که بالا هست درشته. اما اگه زائده ریز بود و یه خط منفی هم داخلش بود که تخم از اون خارج میشد، ببینید یعنی چقدر نسبت به اون قبلی ریزتره اون زائده‌اش. این محلیه که تخم ازش خارج میشه. وقتی که لقاح انجام میدن، ماهی ماده مجدد تخم‌ها رو تو دهنش جمع میکنه تا اینا به لارو تبدیل بشن و بعد از اینکه لارو شدن تخم‌ها رو میریزه بیرون، لاروا رو میریزه بیرون و مجدد میره برای سمت تخم‌ریزی کردن. ببینید الان این ماهی ماده است. خب من اگه تونستم چند تا عکس میگیرم، کنار فیلم میذارم که واضح مشخص باشه، که اگر اینجا واضح نمیشه مشخص کامل اون عکسو ببینید که فرق بین نر و ماده. ببینید الان این ماده است. هم زائده‌ای که داره کوچیک‌تره، اون زائده ریزی همین که یه خط منفی کاملا مشخص روش هست. ببین الان خط منفی قشنگ مشخصه. ببینید این زائده، این خط منفی که الان میبینید، این محلیه که تخمش از همین محل خارج میکنه و تخم‌ریزی میکنه. اون سوراخی هم که زیرش مقعد ماهیه که فضولات ازش خارج میکنه. بذارید یکی دیگه براتون بیارم مشخص بشه. انقدر اینا زرنگن زرنن. ببینید این ماهی نره. ببینید زائده کاملا درشتره. الان داره، ببینید اسپرم داره ازش میریزه بیرون. ببینید از این زائده‌ای که فشارش میدیم، این اسپرمیه که ماهی داره ازش خارج میشه و حالا میریزه روی تخم‌ها برای بارور کردن تخماش. این دوباره ماهی ماده است. همینه دیگه، فقط تنها راهش همینه. اگر که خط منفی باشه ماهی ماده است، اگر که نباشه و یه زائده درشت باشه که سرش حالت سوراخ مانند باشه مثل این ماهی نره. ببینید کاملا مشخص. و از روی جثه که حالا ماهی‌های نر جثه درشتری دارن نسبت به ماهی‌های ماده. موفق و پیروز باشید. یا